بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 48 از سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم. در این درس به حول و قوه الهی به تفسیر آیات 92 تا 96 سوره بقره میپردازیم. آیات 92 تا 96 سوره مبارکه البقره. ابتدا طبق منوال همیشگی تلاوت زیبای این آیات مبارکات را میشنویم و سپس به تفسیر و شرح آن میپردازیم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. عزیزان، همینطور که مستحضر هستید محور درس های تفسیر ما شامل این نکاته. ما ابتدا معانی دشوار کلمات رو در هر آیه بیان میکنیم، سپس به ترجمه آیه میپردازیم، مفاهیم لغوی آیات رو مورد بررسی قرار میدیم و شرح و تفسیر آیه را بیان میکنیم و همچنین درس و عبرت ها را در نهایت از مجموعه اون آیاتی که تفسیر شده و شرح داده شده گذرا بیان میکنیم. آیه 92 سوره مبارکه البقره، الله سبحانه و تعالی میفرماید: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. این آیه الله سبحانه و تعالی درش تذکر میده به یهود که ای یهود، به تحقیق واو برای استئناف و شروع موضوع است، لقد لام برای تأکید و قاف و قد هم حرف تحقیق هست قبل از فعل میاد و البته یا شا و به تحقیق و به راستی هم گفته میشه. جاءکم موسی آورد برای شما، یا موسی آمد به سوی شما با چی؟ بالبینات. بینات یعنی دلایل روشن و واضح غیر قابل انکار که معجزات متعدد حضرت موسی علیه السلام برای قوم بنی اسرائیل بود. ثم اتخذتم العجل، ولی سپس این شما بودید که قرار دادید، اتخاذ کردید، انتخاب کردید یا اختیار کردید، برگزیدید. همه اینا معنا را میده. عجل یعنی گوساله را، من بعده، بعد از موسی، نه بعد از وفاتش، بلکه منظورش در زمان غیابش بود. آن زمانی که بنی اسرائیل را
از اون مهلکه های متواصل نجات داده بود، رسیده بود به جایی که حالا میخواست بره به کوه طور به نیایش پروردگارش. 30 روز تمام برای شکر و سپاس این نعمت‌های بیکران الهی موسی علیه السلام به کوه طور رفت. وقتی برگشت دیدی که بله در این 1 ماه که هارون جایگزین ایشون بود برای راهنمایی و ارشاد مردم، اومدن چیکار کردن؟ حرف هارون را هم به زمین زدن و دنبال سامری نشستند و گوساله را از مجوهرات ساختند به شیوهی که صداهایی که از صوت‌های هواهایی که در آن میپیچد صدایی از خودش بیرون میده و مردم رو شیفته خودش کرده و لذا دارند گوساله پرستی میکنند. ثم اتخذتم العجل من بعده، و شما اینطور بودید که بعد از یا در زمان غیاب موسی اومدید گوساله را به خدایی برگزیدید، اون را پرستیدید، عبادت کردید. و انتم ظالمون، واو اینجا واو حالیه است، یعنی حالا که شما در این کارتون بر خود ستم کردید، ظلم کردید، شما ستمگر بودید، ظالم بودید. پس ترجمه روان این آیه اینطور میشه که به تحقیق موسی آن همه آیات و دلایل روشن و آشکار را برای شما آورد، ولی شما بعد از او گوساله را برگزیدید و با این کار بر خود ستم کردید. در این مجموعه آیات، در این آیه مبارکه که آیه 92 هست، الله سبحانه و تعالی کلماتی را به کار میبره که یکی لازم به توضیح است. البینات همونطور که عرض کردم یعنی دلایل، براهین روشن و آشکار که احتیاج به استدلال دیگه نداره، خودش برهان هست، حجته. و همچنین دلایل آن معجزات الهی است. شما نگاه کنید وقتی که از کسی بپرسن که خورشید با این درخشندگی در روز روشن نیاز به برهان نداره، چون هر چشم بینایی اون رو میبیند، احساس میکنه، دیگه لازم به وجود به دلایل دیگه، قرینه های دیگه نیست. این خورشید با این عیانی داره میبینه. به همین خاطر معجزات الهی که به پیامبران به عنوان تصدیق کننده حرفاشون داده میشد تا اینکه به حقانیت نبوتشون و رسالتشون گواهی داشته باشند، کاری کاملا خارق العاده بود که اصلا هیچ انسانی از عهده‌اش بر نمیاد. ولذا وقتی موسی علیه السلام نزد فرعون رفت، عصایش را انداخت، گفتن این سحره، در حالی که صدها ساحر دیگه را دور خودشون جمع کرده بودند. از همه جا ندا داده بودند که ساحرهای بزرگ و زبردست را جمع آوری کنند و بیارند. همه اون سحرهاشون به باطل تبدیل شد. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون اول من القى قال بل القوا، شما بندازید. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. قرآن میفرماید که اون ریسمانها و تنابها و سحر جادوهایی که انداختند اونطور وحشتناک حرکت میکردند به سوی موسی و پیروانش که نشون میدادند که بله همه چیز واقعیت داره، در حالی که اینطور نبود. وحی نازل شد بر موسی علیه السلام که عصای چوبینت را بنداز، فاذا هی تلقف ما یافکون، به یک اژدهای غول پیکر تبدیل میشه که همه اونها را میبلعد و از بین میبره. که اونجا باز اتهام دیگه وارد شد، گفتن این موسی همون معلم بزرگ و استاد بزرگ این ساحرانه. ببینید وقتی که کفر را به جایی نمیبرد، حتی بزرگترین معجزه هم میتونه چیار باشه؟ به بهانه تبدیل بشه. پس بنابراین بیناتی که الله سبحانه و تعالی به موسی عطا کرده بود اونقدر واضح، روشن و گسترده بود که نیاز به هیچ دلیل دیگه نداشت. ولی از روی عناد و لجاجت قوم بنی اسرائیل اینقدر معجزات پشت سر هم صورت گرفت
ولی باز هم به موسی علیه السلام ایراد میگرفتن که موسی صبرش به سر آمده بود. به همین خاطر به کسی که زیاد عناد و لجاجت میکنه بهش میگن که ایرادی بنی اسرائیل نگیر، یعنی هر چیز میخواید ایراد بگیرید، در حالی که انسان عقل داره، شعور داره، طبیعت و سرشت انسانیش اجازه نمیده که اینقدر لجاجت بکنه. اگر انسان بخواد از در عناد وارد بشه به هر چیزی میتونه خورده بگیره. ولذا موسی علیه السلام با اون حجتهای واضح و روشنش قوم بنی اسرائیل رو به زانو در آورد. الله سبحانه و تعالی میفرماید ثم اتخذتم، سپس با اون همه آیات بیناتی که الله سبحانه و تعالی به موسی داد و نزد شما آورد و شما اومدید پیرو موسی شدید، از اون مهلکه های فرعونی نجات پیدا کردید، از دست فرعون و اعوان و اون پیروان ظالمش نجات پیدا کردید، اومدید به سرزمین موعود خودتون حرکت کردید، ولی در اونجا همین که امنیت پیدا کردید دوباره به همون آشکاسه خودتون برگشتید. ثم اتخذتم العجل، اتخاذ کردید. اتخاذ در اینجا معنای چی داره؟ معنای قصد داره، تعمد داره. یعنی یهود میدونستن که دارن اشتباه میکنن ولی متاسفانه شیفته اون شدن، شیفته اون جبال و زیبایی و اون گول و فریب سامری خوردن و شیفته اون به اصطلاح ظاهر سازی ها شدن. انسان مسلمان و مؤمن نباید اینطور باشه. اگه واقعا ایمانشان صادقانه بود به موسی و تورات، دیگه هرگز نه سامری بلکه صدها سامری هم نمیتونست اونها رو از راه بیراه بکنه. ولی متاسفانه یهود این گونه سست و بی عنصر بود، سست بی عنصر که اراده را نداشت که در مقابل اون ظاهر فریبی های سامری قد علم بکنه. در حالی که پیامبر اسلام به جای موسی علیه السلام در میان امت که دین خاتم بود، پیروانی را کاشت که اگر یک لفظ، یک سخن، یک کوچکترین شیوه مشرکانه و خرافی هم ازشون سر میزد، چیکار میکردن؟ فوراً قد علم میکردن. مشهور است که در تاریخ درخت بیعت رضوان که در همون منطقه حدیبیه بوده و در زیر اون درخت صلح حدیبیه برقرار شده، بعدها در عهد حضرت فاروق عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه مورد احترام و تقدیس بعضی از عجم‌ها قرار گرفت که از اون مسیر حرکت میکردن، از طریق یمن، شام، جاهای دیگه می اومدن و به هر حال میرفتن برای عمره یا حج. وقتی که به اونجا میرسیدن تبرک میجستن به این درخت. این درخت مبارکی است، پیامبر زیرش ایستاده، اصحاب زیرش ایستادن، با هم بیعت کردن، بیعت جنگ، بیعت مرگ، بیعت شهادت، تا اینکه برن با کفار مکه بجنگن. ولی وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، این شیرمرد امت اسلامی که الهام بهش میشد، وقتی اینو شنید دستور داد که این درخت را از بیخ در بیارن، تکه تکش کنن به نظر بیرون، چون امت را اگر بخواد به این شیوه به خرافات و از اون پس به شرک و گمراهی بکشونه، این درخت هیچ ارزشی نداره. با یک میان برنامه استراحتی میگیریم، دوباره بحثمون رو تکمیل خواهیم کنیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بله عزیزان، امت اسلامی اونقدر واضح و روشن در سایه توحید و در نور قرآن حرکت کرد که تا به امروز به حول قوه الهی بر دین توحید باقی مونده. ولی به یهود این چنین بر خرافات و گرایش به انحرافات فکری و عقیدتی تعمد کردند. قرآن فرمود ثم اتخذتم العجل. اتخاذ از باب تفعیل میاد و این معناش اینه که
اینها تعمد به خرج میدادن در گناه کردن و عصیان. یعنی مثل این که مثل بچه خوشحال میشدن وقتی میدیدن که موسی را به لج در میارند یا موسی را به خشم وامی دارند یا اینکه با دستورات موسی و تورات دارند چیکار میکنند؟ عناد و لجاجت میکنند. قرآن کریم فرمود ثم اتخذتم العجل، گوساله را، و این گوساله سامری با همونطور که در سوره طه میاد با مجوهرات ساخت به شیوهی که وقتی سوراخ داشت از جاهای مختلف باد در اون میپیچید صدا میکرد مثل که زنده بود. فن عجیبی داشت و لذا مردم را در مقابل اون زیبایی ها و زیورالات و اون ظاهر فریبنده تسلیم شدند و شرک پرستی کردند و گوساله پرستی کردند، به شرک رو آوردند و گوساله پرستی کردند. قرآن کریم میفرماید در ادامه همین آیه میفرماید ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. در آیه ما بعدش میفرماید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ببینید و بیاد آورید آن زمانی که از شما عهد و میثاق گرفتیم. میثاق غیر از عهد هست، یعنی عهد قوی، عهدی که مؤکد هست، عهدی که برش تأکید شده. و بعد از اون به اصطلاح مراحلی که باز توبه کردند و از میان خودشون نبوغان و نخبگانی انتخاب کردند، با موسی 10 روز دیگر برگشتند و اذ وعدنا موسی 30 لیلة فاتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلة. این 10 روز بعدش برای چی بود؟ برای توبه از اون گوساله پرستی بود. به همین خاطر قرآن ما بعد این آیه فرمود که چی؟ و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوه. یعنی چی؟ یعنی موسی که اومده بود 30 روز به عبادت الله سبحانه و تعالی، 10 روز بعدش را نیز با نخبگانی و برانگیختگانی و افراد و نمایندگانی از میان شما خود و بنی اسرائیل که انتخاب کرده بودید به نیایش در طور پرداختند و توبه کردند به نیابت از شما. و الله سبحانه و تعالی برای اینکه عهد میثاق مجدد و قوی و مؤکد از شما بگیرد، کوه طور را بالای سرتون نگه داشت و گفت که آیا میگیرید عهد پیمان جدید یا نه، قبول دارید یا ندارید، یا هلاکتون بکنیم. پذیرفتید. خذوا ما آتیناکم، یعنی الله سبحانه و تعالی دیگه نگفت که به آنها گفتیم، گفت خذوا ما آتیناکم، یعنی به قوت بگیرید اون چی که بهتون دادیم. این تورات کلام منزل هست، وحی الهی است، وحی منزل کلام الهی است، شوخی بردار نیست. اون رو به قوت بگیرید، با جدیت با اون برخورد بکنید، عملیش کنید، اجراش کنید. ولذا بعد از اون اومدن گفتن که چی؟ وقتی که به هر حال آب از آسیاب افتاد به قول معروف، اومدن به سر خانه و منزل و کاشانه خودشون، باز به همون شیوه خود منوال خودشون ادامه دادن. گفتن که قالوا سمعنا و عصینا. الله اکبر. سمعنا و عصینا، شنیدیم ولی ما نمیتونیم، طاقت نداریم این همه سختی را به دل بخریم. هر چی دوست داریم از این طرف اون طرف در میرفتن. و اشربوا فی قلوبهم العجل. قرآن میفرماید و اشربوا فی قلوبهم العجل. دقت کنید، یعنی در دلهایشان محبت و مهر گوساله پرستی قرار داده شد. خدا نکنه که یه روزی بیاد انسان بود پرستی و شرک و خرافات باشش زینت باشه. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بعد دردیه. قرآن کریم در آخرین آیات سوره کهف اینجوری میفرماید که اونهایی که راه کفر انتخاب کردن بعضی وقتا به اون مرحله میرسند که هر چی میکنن براشون زیباست. داره سنگ میپرستد، گاو میپرستد، گوساله میپرسته، بازم براش خوب است و خوش احساس میکنه، احساس راحتی میکنه، احساس میکنه که خیلی کار درستی انجام میده.
بنی اسرائیل این گونه بودن. و اشربوا فی قلوبهم العجل، قرآن میفرماید یعنی مهر و محبت گوساله پرستی در قلبشان کاشته شده بود، آبیاری شده بود، دیگه امکان نداشت که به اون سادگی از اون توبه کنند و دست بردارن. قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. ببینید، دقت کنید، این جزای و کیفر یهود به خاطر این بود که سبب داره. قرآن فرمود بکفرهم، با سببیه هست، یعنی علت این که اینقدر به شرک و خرافات گوساله پرستی دلخوش کرده بودن، این که در اصل ایمانشون صادقانه نبود. به علت کفرشان، به علت ناسپاسیشان، به علت عناد و لجاجتشون از حق، قرآن در فتنه را واسشون باز کرد. والعیاذ بالله، اگر امروز نیز امت اسلامی بخواد با آیات محکم الهی، با سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، با گفتار و فرمایشات بزرگان دین از میان صحابه و تابعین و تابع تابعین رحمت الله علیهم اجمعین سر عناد و لجاجت داشته باشه، با قیل و قال ها وارد بشه، اونها گفتن من هم میگویم، نظر اونها اونطور بوده، نظر من هم اینطور هست، و برداشتشون بوده، حالا برداشت منم میشه اینطور باشه، این موازنه ها در فرهنگ دینی به وزنه ای نداره، جایگاهی ندارد. ما امتی هستیم متبع نه مبتدع. یعنی چی؟ یعنی امت اسلام امت نقل است، عقلش را در تثبیت نقل به کار میبرد، اختراع نداریم در دین. قرآن کریم میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم براتون آورده رو بگیرید و آنچه که نهی کرده کنار بذارید. هستند انسانانی که خود را مفکر میدونند، اما در مورد حدیث صحیح جدال و مناقشه میکنند. این حدیث مختص اون زمانه بوده، این حدیث اجتهاد پیامبر بوده، این حدیث با 100,000 بهانه میخوان مردم را به گمراهی بکشند. اینطور نیست. امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید اذا جاء الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح اومد مذهب من همونه. وقتی که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه یک بار حدیث رو نقل میکردن، یکی از شاگردان گفتن که آیا به این فتوا میدی، به این حدیث؟ از امام شافعی رحمت الله علیه برآشفت، گفت چی فکر کردی؟ من دارم از کلیسا بیرون میام، یا اینکه کمربند یهود به مسیحی بر سینه ام بستم یا بر کمرم بستم. ببینید اون کمربندهای مخصوص کشیش ها به کمرشون میبندن. یعنی چی خیال کرده؟ من یهودی و نصرانی نیستم که، من مسلمانم، پیرو محمد صلی الله علیه و سلم. من حدیث رسول الله واسه نقل میکنم، شما میگی به این فتوا میدی؟ به همین خاطر رأی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه و تمام ائمه اهل سنت و جماعت رحمت الله علیهم اجمعین بر این بوده که اگر حدیث صحیح وارد شد دیگه جای مناقشه و قیل و قال نیست. امروز چه بسیارند در میان امت اسلامی افرادی که ابراز رأی میکنند و خود را صاحب رأی میدونند. بد دردیه. اگر برگردیم موضوع اینه که واقعا یهود در مقابل فرمایشات حضرت موسی علیه السلام زیاد قیل و قال میکردن و اونقدر سینجیم میکردن که خودشون هم به زحمت افتاده بودن. قرآن کریم فرمود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم یونه سفارش کرد که از چیزی که ممکنه شما رو تو در سر بندازه زیاد نپرسید. خداوند عزوجل در بعضی موارد از جانب رحمت سکوت اختیار کرده، شما همون را بپذیرید. پس بنابراین
و اذ اخذنا میثاقکم ای بنی اسرائیل، بیاد آورید زمانی که میثاق عهد پیمان قوی را از شما گرفتیم، یعنی بعد از اینکه توبه کردید از گوساله پرستی. و رفعنا فوقکم الطور، و طور را، کوه طور را با اون بزرگی بالای سرتون بالا بردیم. بله این واقعیت داشت و موسی علیه السلام که به کوه طور رفته بودند با اون افراد نخبگان قوم بنی اسرائیل برای توبه کردن از گوساله پرستی، در این عهد و میثاق مشاهده کردن کوه طور بالای سرشون، اگر نپذیرند هلاک میشن. قرآن فرمود به اونها دستور دادیم که خذوا ما آتیناکم بقوه، آنچه که بهتون میگیم و برای شما آوردیم و نازل کردیم دستور و شریعت الهی است، را به قوت بگیرید، با جدیت بپذیرید. واسمعوا، اطاعت کنید، سمع داشته باشید. سمع یعنی چی؟ یعنی شنوا باشید. شنوایی واسه اینه که انسان اطاعت بکند، گوش شنوا داشته باشه، پیروی بکند. اونا گفتن که قالوا سمعنا و عصینا، ما شنیدیم ولی عصیان میکنیم. با همین جرأت، با همین یعنی بی‌پروایی، و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، قرآن میفرماید اینها به سبب کفری که در قلبشون هست، مهر و گوساله پرستی رو در قلب اونها کاشتیم و آبیاریش کردیم، دیگه امکان نداره از اون برگردند. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم این بد چیزی است که بدان ایمانتان، اگر شما اهل ایمان، واقعا اهل ایمان هستید، این بد چیزی است که بهتون دستور میده اگر که شما واقعا ایمان دارید. یعنی شما اگر واقعا مؤمن هستید پس بدانید که این بد چیزی است که ایمانتون بهتون دستور میده. یا به عبارت دیگه، اگر شما واقعا از روی ایمان میگید که ما میشنویم ولی اطاعت نمیکنیم، این ایمان نیست، این بدترین کاره. و به همین خاطر قرآن کریم در آیه بعدش فرمود و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان كانت لكم الدار الاخره. به پایان برنامه رسیدیم، وقت اجازه نداد آیات 94 و 95 و 96 رو تموم کنیم. باشد واسه درس آینده به حول و قوه الهی ان شاء الله این آیات را در اونجا تفسیر و شرح خواهیم داد. و صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه والحمد لله رب العالمین.